سکوت نمی‌کنم اصولا، انتخابم سکوت نیست. اما متوجه شدم که اصولا اینجوری نیست که هر کی پرچم ایران دستش باشه یعنی کشور این ایران رو دوست داره. بنابراین من در موقعیتی بودم که باید شنیدن و یاد می‌گرفتم. مثلا نصف شب دفعه بلند می‌شدم و گفتم حاج آقا این خیبرها چه جوریه؟ مثلا هنر فکر می‌کنم که یه رنگ میده به دوران. هنر اینجور مواقع خبر رو به احساس تبدیل میکنه. هلال احمر برام جذاب بوده، هر چیزی که آژیر داشته باشه برای من جذاب. و همینقدر بهتون بگم که عملیات لو رفته بود اما اینا انجامش دادن. کاش این جنگ تن به تن بود و من به سنگر میرفتم. یه نمایش بردم روی صحنه در 4 دوره، 4 تا نمایش بردم روی صحنه در 1 دوره. همونقدر که ما از حمله اسرائیل بیزاریم، از بسیاری هم در خود این کشور بیزاریم که دارن پیش میبرن کشتی. فکر می‌کنم مصادف بود با اعتراضات بزرگی سراسری زن زندگی آزادی، اینکه برم تو میدان و مثلا چه میدونم به یه خبرنگاری حرفی بزنم خیلی موثرتره تا اینکه به تو خونم بشه. برای منم گفتگوی جذابی بود، یعنی دلنشین بود. به نظرم سکانس هم خیلی اتفاق مهمیه و جذابیه. زندگی زیباست. Life is beautiful.